با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در قطار دهها انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق ناحیه رشت بعد تعمیر و برقرارسازی شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی شهرک غرب به استفاده داده شد. از آغاز کارهای تعمیر و برقرارسازی قریب 1 سال سپری می شود. در این مدت کارگران تشکیلات پودرچی همه حجره‌های جراحی و طبابتی، آزمایشی و کابینت‌های کاری طبیبان را از حساب مبلغ‌های مقامات محلی پورا تعمیر نمودند. در برابر این ساختمانچیان جهت فعالیت معتدل تمام حجره‌های شعبه بیمارخانه در فصل زمستان با گرمی نصب شبکه مستقل گرم دهنده را با انگشت و نیروی برق به سامان رسانیدند. با مقصد تامین حجره‌های طبابتی و کابینت‌های کاری طبیبان شعبه جراحی از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میز و کرسی، رخت خواب برای بیماران و دیگر تجهیزات طبی ضروری کمک رسانیده شد. زیرا سالهای طولانی طبیبان این مکان طبابتی به چنین شرایط‌های کاری نیاز داشتند. با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت این روزها ما شاهد آن هستیم که شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت که دارای 35 کت بستری میباشد از تعمیر اساسی برآورده شده با تجهیزات طبی ضروری تامین کرده شده است و برای بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی نه تنها ناحیه رشت بلکه برای تمام منطقه رشت خدمت خواهد رساند و این ما را طبیبان را وادار می‌سازد که بهر بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی ناحیه و منطقه باز هم کوشش و غیرت نماییم. کارهای تعمیر و برقرارسازی در شعبه اورولوژی بیمارخانه مرکزی شهرک غرب از روی نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه داشته. کارگران جدوجهد دارند که طبق نقشه پیشبینی شده فرمایشگر انشاءات را در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده دهند. همزمان از روی نقشه فرمایشگر با انجام کارهای ساختمانی حجره‌های کاری طبیبان مؤسسه طبابتی با تمام تجهیزات طبی و میز و کرسی تامین کرده می شوند.